زیبایی نبودم اونجا دیگه، اونجا خیلی متفاوت تر. اینو بقیه نباید بگن. خودشیفتگی دیگه، یعنی میتونی از خود تعریف کنی. خب نه من بعد میگم خودشیفتگی هم نیست. ماشاءالله مثل ماه میمونی. خب نه من بعد میگم خودشیفتگی هم نیست. آخه شما که نباید تعریف کنی، یعنی از چی تعریف میکنی دقیقاً؟ از خود صورته؟ یعنی میگی خوبم؟ نمیدونم. بله راست میگی. اینو دیگه داری دروغ میگی، یعنی یه ایراد تو صورت من ایراد. اینجوری نگاه آدم میکنی. خب چه ایرادی داره؟ چیه اینجوری بتزل؟ چجوری نگاه میکنه آدمو؟ بقیه چی؟ بقیه عضله چشمو شل میکنن، پلک میزنن، شما همینجوری آدم میترسه. چی باید پلک بزنم؟ دیوونه ام مگه پلک بزنم؟ خوش میشه چشت. خوش پس فردا روز همش با قطره بریزی تو چشمت. میریزم قطره میریزم. خب نکن دیگه، بیماری خودش. خانم چرا تفره میری؟ یه ایراد تو صورت من بگو، یه دونه. دارم میگم دیگه، چشای ورقلمبیده. نه پلک میزنم. پلک بزنم دنیا متوقف میشه. نه الان جدی این تناسب صورت. تناسب که نداره. خب به فرض محال که تناسب صورت. بگو این صورت یه ایراد داره. دماغ من ناکن شما. خب پر این رگای قرمز ریز 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 این گوشه ها، اینا رو که داری. چی؟ آره؟ خون رسانی میکنه به دماغ خانم. 90 میلیون آدم دارن خون رسانی میشه، یه نفر این شکلی نمیاد با این رگا، موی رگا جلوی دوربین. خب دماغم بزرگه، باید خون زیادی بهش برسه. نه گنده تر از اینشو من دیدم دماغشون، ولی هیچ کدوم. دماغ ایراد داره. خب. چشم که بله اینطوری، عینک بدون شیشه اصلا اونو نمیفهمم. اینا بیماریه، یعنی برای چی میزنی این عینک رو میگی؟ آره چرا میزنی؟ خب چون زیر چشم گوده خانم. خب این حالا این همه میاد. ایراد اون گودیم و خیلی بده. حالا بقیه بد نمیگم، من میگم. چرا؟ خب همون رویه بقیه رو برید دیگه. چرا میگی؟ ببین الان باید بعد میگه چرا مهمون خانم نمیاری؟ بیا الان نتیجه شدی. همینو می‌خواستی؟ چشه؟ ببین داره من چی میگه؟ نه ببین داره من چی میگه؟ یک کلمه آقای هادی حجازی فر از قیافه من ایراد گرفت، یک کلمه آقای جمشیدی فر از قیافه من ایراد گرفت. ایشون اولین کاری که کرد قیافه من ایراد گرفت.